من یه HTML فایل درست میکنم، اسمش میذارم تست رو 2. بعد آدرسی که وجود داره که درستش کردم، فقط سینا تمرکز بکنید اینجا. هر جمله‌ای که میگم بچه دقت بکنید که اگر اینا رو گوش ندید، جمله ها رو گوش ندید، ممکنه براتون باز بعداً سوال باشه، در صورتی که گفتم بعدش. حواستون اینجا باشه، بیشتر حواستون اینجا باشه، تمرکز بکنید که من تکرارش نکنم تون. خب ببینید ما الان یه دونه صفحه درست کردیم اینجا انداختیم. خب میرم تو یک سایتی بوت اسنیپ رو بهتون معرفی کردم، درسته؟ بوت اسنیپ. خب حالا چیزی ببینید ما میایم اینجا، میایم در واقع یه سری از دکمه ها رو و المنت هامون رو از طریق یک سایتی بر میداریم میاریم اینجا استفادهش درستش میکنیم و استفادهش میکنیم. خب مثلا یه سایتی بگید که من برم داخلش و یک چیزی رو مثلا برداریم استفاده بکنیم. خب یه سایت دیگه که ساده تر باشه، مثلا ببین lens.ir. خب اینجا یه دکمه ای رو پیدا بکنیم ببینیم که چه شکلیه و میتونیم ازش استفاده کنیم. اینو نگاه کنید، این دکمه ورود ثبت نام رو نگاه کنید. اینسپکت میگیرم ببینم که چی داره. خب این اصلا ببینید دکمه باتن نیست، ایه، تگ ای هستش. گفتم بهتون که تگ ای رو میتونید یه کاری بکنید که مثل دکمه دیده بشه، درست؟ بعد اگر دقت بکنید چند تا کلاس داره اینجا، کلاس ساین اپ باتن، بعد کلیکیبله. خب بعد من این رو برمیدارم، این یه دونه رو برمیدارم، کپی میکنم، کپی المنت میزنم، میارم توی بعد کی؟ ببین الان رفتم روی این تگ، اون بالا قیافه اون دکمه رو نگاه کن، انتخابش کرد، درسته؟ من میگم الان این تگی که من دارم روش حرکت میکنم برای اینه، اون بالا که سلکت شده است برای اینه. خب بعد میام روی این دیوه وای میستم، این برای کدومه؟ اون زرلبینه است، درسته؟ این یکی برای اون یکی است، درسته؟ من میام روی این کلیک راست میکنم، اینسپکت میزنم، تگ مربوط به اون رو برای من نمایش میده، درست؟ اگه بخوام همشون رو انتخاب بکنم، ببین این سه تا تگ داخل یه تگ گنده، درسته؟ بفرمایید. الان میگم ببین من این رو برمیدارم، کپی میکنم، کپی المنت میزنم، خب میارم توی کد خودم اینجا پیستش. خب پیستش که کردم این شد در واقع تگ من، درست؟ سیوش میکنم، اینو بازش میکنم، نمیدونم حالا اینجا پایین. خب ببینید ورود ثبت نام این شکلی بود، درست؟ این نه من آره من کلاس داره، ببین کلاس داره اینا ساین اپ باتن و کلیکیبل. CSS هاشو نیاوردم، درسته؟ CSS هاشو نیاوردم، من باید برم استایلش هم بردارم بیارم توی در واقع وب خودم استفاده کنم، درسته؟ من میرم اینجا یه دونه تگ استایلم درست میکنم. میخوای بریم به صورت تو بزنیش آب تو داره استایل. خب اینجا میام استایل رو میبندم، داخل هدن میشه درست که اصلا پایین صفحه میشه درست که بالای صفحه میشه درست. حالا تو بادی هم میتونید بنویسید، مهم نیست. حالا میام استایلا رو دونه دونه برمیدارم میبرم اونجا. من این ساین اپ باتن رو کلاسش رو این وقت پیدا میکنم. اله کلاسش رو پیدا بکنیم ببینیم کجاست. این NAV فلانه. بعد نگاه کنید ساین اپ باتن این استایلا رو داره،
حله؟ من اینا رو برمی‌دارم کپی میکنم میبرم توی فایل خود. اوکی؟ کلیک راست، کپی value، کپی declaration، تعریف، کپی پراپرتی، کپی میزنم. خب میام اینجا پیست میشه. ببینید اینا برای یه دونه چیز بودن دیگه، یه کلاس بودن دیگه، درسته؟ من این کلاس رو اینجا می نویسم. اسمش چی بود؟ ساین اپ باتن. اینو باز میکنم، کنترل ایکس. آره کلاس با دات شروع میشه. اوکیه. خب ساین اپ باتن احساس میکنم آره خطی داشت. اینو برمیدارم، کپی میکنم، پیستش میکنم، سیوش میکنم. ساین اپ باتن خاکستریه، اینو میدونی چرا این. بعد میام اینجا ساین اپ باتن روی خاکستری میشه. اینجا یه ایرادی وجود داره بچه‌ها. ببینیم چیه. استایل نه این جلو گذاشته، این عقب گذاشته مهم نیست. استایل دات ساین اپ باتن اینجا من احتمالا استایل رو باکش میکنم. ای خدا. خب کلیک راست میکنم، ویو چیه؟ چی شد؟ نه اینجا مهم نیست چیز باشه یا نباشه. چیه؟ وایسا ببینم اینجا چیکار کرد. مای استایل 2 بعد اینو زدیم، بعد اینجا پدینگ رو دادم، همه چی رو درست دادم. همه چی درست، همه چی درست شده. استایل یکیش یه ایراد داره، این یه ایرادش اگه برطرف کنیم خب اصلا ندونستم چیکار کردیم ولی درست شد. خب حالا سیوش میکنیم. بعد آقا این یه دونه کلیکیبل هم داره، کلاس کلیکیبل رو پیدا میکنیم که اینجاست، درسته؟ بعد بیایم مثلا ببینیم تاثیرش چی شد. سیوش میکنم، اینور بازش میکنم، نگاه بکنیم ببینیم مثلا درست شد، چیش درست شد. این شد درست. حالا ببینید بریم ببینیم کلیکیبل چی داشت که اینجا زده. خب میگه کرسر پوینتر بشه، یعنی موس وقتی میاد روش پوینتر بشه. نمیدونم پوینتر
انگشت میشه، انگشت هست دیگه، وقتی لینک میشه انگشت هست. خب این پوینتر رو میتونیم عوض بکنیم تو تاثیرش رو شما ببینید. خب حالا این کلیکیبل رو اصلا لازم نیست، ولی دقیقه بکنید الان این شد، درسته؟ اگر دقیقه بکنید این باز اون چیزی که ما میخوایم نیستش، اینی که ما میخوایم نیستش. این یه فونتش متفاوته، اندازش متفاوته. اگر دقیقه بکنید یه سری از چیزا مثلا ممکنه یه استایلی داده باشه برای این A. خب که برای این الان A رو نگاه بکنید یه استایل داده اینجا. خب و کلی در واقع ممکنه استایل داشته باشه این A مون و که تحت تاثیر قرار داده باشدش. ببینید A این همه استایل داره، درست؟ اینجا A کالر داده بهش. خب یه خورده غیر اصولی چیز کرده اینجا، استایل رو تعریف کرده براش. خب حالا فرض بگیرید که ما اون در واقع این دکمه رو داریم اینجا داریم، درسته؟ من یه دونه دکمه از سایت ایرانسل برداشتم و بود. اوکی؟ حالا میریم سایت همراه اول مثلا. لنز سایت اسم سایت. حالا اینجا یه دکمه پیدا بکنیم که مربوط به این باشه. دکمه ای که اینجا هست رو ببینید، یک کلیک راست میکنم، اینسپکت میزنم. خب اینم چی؟ آره شما برید چیز میشه دیگه، هم میشه. حالا ببینید این هم از تگ A استفاده کرده. من اینو هم برمیدارم، کپی میکنم، کپی المنت میزنم. خب میارم توی سایت خودم اینجا پیستش میکنم. خب میام توی سایت خودم پیستش میکنم، سیوش میکنم، میرم نگاه میکنم ببینم چه خبر. خب F5 میزنم، این اومد. خب استایلش هنوز نیومده، برم ببینم که استایل چی داشته که من نیوردم. خب میرم اینجا رو نگاه میکنم، میبینم که یه دونه کلاس مور داره، درسته؟ یه کلاس مور داره، بعد دیگه چی؟ آره دیگه یه دونه چی؟ href، این رفرنس چیزشه، وبسایت لینک میده. خب حالا کلاس مور رو اینجا پیدا میکنم. ببینید کلاس مور اینه، درست؟ من اینو کلا کلاس مور رو استایلاشو کلا کپی میکنم، میارم توی ای بابا خب حالا میام توی اینجا یه دونه یه دونه تگ مور میسازم، استایل مور، کلاس مور درست میکنم، اینو سیوش میکنم. اینجا اگر نگاه بکنید یه خطایی داده، بریم ببینیم چرا این شکلی شده. این یه همچین چیزی داده ولی اب نداره، بذار باشه. سیوش میکنم، میرم توی سایت خودم نگاه میکنم، رفرشش میکنم، بعد شد این، درست؟ نمیشه. خب بریم ببینیم چرا این اتفاق میفته. شاید چی؟ آفرین. بریم نگاه کنید. الان اصلا ببینید وقتی میرم روی این آبی میشه دیگه، درسته؟ توی این ور نگاه میکنم ببینم که آقا اصلا این رنگ آبی کجای این استایلا هستش. اگه پیدا کردم میفهمم که آره مربوط میشه مثلا به این استایل، نیست اینجا. خب من میام اینجا چی؟ گشتم آبی نبود، اونجا بود. اینو الان کلیک کردم، اینجا یه دونه چی هست؟ ببین میگه کلاس مور، هاورش رنگش چی میشه؟ این شکلی میشه. اینم برمیدارم پس. خب اینم برمیدارم، کنترل سی، اینجا یه کلاس دیگه درست میکنم. اینجا اینجوری شد، اینو
اینم که هست درسته. اینجا میگم dot more خاصیت هاورش اینو نگفتم همزا. خب این اتفاق بیفته کنترل بی سیوش میکنم بعد رفرش میکنم. اوکی رفرشش میکنم. خب ببینید دقت بکنید الان من دو تا دکمه از سایت های مختلف برداشتم و آوردم و گذاشتم. درسته؟ ببینید اون چهارگوشه اون یکی گرفتره درست؟ آره بعد ببینید سایت من فکر کنید که این سایت کامل آماده کردیم از 1% در از 1% در اون استانداردهای همراه اول داره اون استانداردهای ایرانست درسته؟ حالا فکر کنید من یه دکمه دیگه هم میرم از یه جای دیگه میارم. خب یه دکمه دیگه از یه جای دیگه میارم نگاه میکنم میبینم که اونم استایل های مربوط به خودش رو داره. درسته؟ اونم استایل های مربوط به خودش داره. خب بعد فهمیدم کپی میکنم میارم اینجا نگاه میکنم میبینم که یکی از دکمه ها استایلاش چیکار میکنه صفحه منو تحت تاثیر قرار میده بک‌گراند صفحه منو اصلا عوض میکنه. بعد یکی یه پونت داره اون یکی یه پونت دیگه داره. درسته؟ بعد میگم نگاه میکنم میبینم که اینا این یه سری استایل داره برای خودش اون یکی هم یه سری استایل داره برای خودش. پس سایت من از 1% بودن در خب چیکار میشه کرد برای اینجا؟ بله کلا یه دونه دکمه رو برداریم مثلا جو مشاهدت میگه از یکیش استفاده بکنیم از ایرانست فقط استفاده بکنیم اون یکی رو در واقع همون کد ایرانست رو کپی بکنیم بعد اون رو فقط درست؟ بله کلاس این رو یه دونه کلاس همه درسته؟ ولی من میرم از یه سایتی خوشم اومده. خب از یک سایتی خوشم اومده میخوام چیکار بکنم از وسایلای اونم بردارم بیارم استفاده بکنم. بله چه اتفاقی میفته؟ کلاس ها قاطی میشن با هم دیگه. خب این قاطی الان یه دونه سایت بهت معرفی میکنم به اسم بوت اسنیپ. همین سایت معروفیه. خب اگه بیاین توی بوت اسنیپ خب اینجا کلی کنترل داره کلی المنت داره اینجا. خب المنت های وب داره که میتونی بردارین استفاده کنی. من باتن میخوام بردارم دیگه درسته؟ می‌نویسم باتن. خب بعد باتنا رو نگاه بکنید اینجا چه دکمه های قشنگی داره. خب مثلا من این دکمه رو میخوام بردارم استفاده کنم. میگه نگاه کن این شکلیه باتنا مینه درست؟ میگه اگه میخوای HTMLش رو برداری بیا اینجا از اینا بردار. میگه اگه CSSش رو میخوای برداری اینا هم CSS هاش هست. درسته؟ اینا هم CSS هاش هست. خب کلاس هاشه دیگه کلاس استایلاش درست؟ میگه اینا رو بردار بنداز داخل استایلا اینا رو بردار بذار داخل HTML که اون اینا این دکمه ها بیاد. اوکی؟ بعد سایت های خیلی زیادی هستش که در واقع اینجوری مثلا تگ بهتون ارائه میدن. خب ولی اصولا اگر شما برید این استایلا رو از اینترنت بردارید بیارید تو سایتتون استفاده بکنید خرابکاری اتفاق میفته. چه اتفاق میفته؟ الان شما دو تا دکمه گذاشتیم اون بالا درسته؟ یه عکس هم میاریم استفاده میکنیم. بعد نمیدونم تونستم بگم اینو چه اتفاق میفته. مثلا توریش متوجه شدیم ولی چطوری که مثلا رنگ بچه‌ها دعوت کنیم الان بیا اینجا انجام بدم دیگه. بیا خب ببینید مثلا اینو دیگه خودم بنویسم از اینترنت پیدا کردنش راحت. میگم ببینید اینجوری ما میتونیم کلاس تعریف کنیم درسته؟ با نقطه شروع میشه. اوکی؟ میتونید برای تگ A اینجا مستقیم استایل بدید بدون اینکه از کلاس استفاده کنید. تونستید شنیدین چی گفتم؟
حواس اینجا بود؟ بدون اینکه کلاس درست بکنید میتونید به کل تگ های A صفحتون استایل بدید. اوکی؟ الان می نویسم اینو دیگه. میام اینجا میگم نامبر ساین شارپ یا هر چی شما میگید A بهش چی بده؟ بهش میگم استایل بده. خب هرچی A وجود داره براش استایل بده. میگم بک‌گراند کالرشون چی بشه؟ به P بده، به H1 بده، به هر چی میخوای استایل بده. سیوش میکنم میرم رفرش میکنم. نشد. چه اتفاقی افتاده به نظر؟ بفهمید شد گوزه ای شد. چه اتفاقی افتاد؟ همه ای ها از اون استایل استفاده کردن. ولی چرا قبلا من کد نوشته بودم نشد الان شد؟ آره گفتم مهمه. مهم انگلیسیش چی میشه؟ important. اینا نوشتم A بهش استایل بده. خب رنگش بشه گوجه‌ای. خب بعد اومدم سیوش کردم اومدم اینجا رفرش کردم اینا استایل های من رو نپذیرفت. چرا؟ چه اتفاقی افتاد؟ حالا من بیام یه دونه دکمه دیگه اینجا درست میکنم. کنترل C کنترل E اینجا پیستش میکنم. هیچ کلاسی هم نپذیره. بیا ببین من الان اینجا 3 تا دکمه دارم درست؟ یکی تومیتو رو پذیرفته یکی نپذیرفته. یکی پذیرفته یکی نپذیرفته اون یکی هم نپذیرفته درست؟ ولی من میخوام همه دکمه های سایت هم یه دست. بله صورتی نیست نارنجیه. الان صورتی نداریم کلا. البته رنگ و ما اشتباه داشتیم ما. وایسین اصلا به رنگا گیر ندیم. قبول داره که 3 تاشم متفاوته دیگه با هم. آقا چون اونا کلاس دارن وایسا. بله وایسا. آقا میتونی کلمه اتریبیوت مثلا یه فانکشن میشه. ولی بچه‌ها نگاه کنید. آقا گوش کنید. ببینید من اومدم 2 تا کلاس درست کردم. یکی باتن چی بود؟ یکی مور بود. یکی هم به A ها کالرشون رو عوض کرد. درست؟ دقت بکنید. من اومدم گفتم A تگ A ها خب همشون آبی بشن. رنگ متنشون هم سفید بشن. درست؟ میام اینجا نگاه میکنم. میبینم که این آبی شده سفیدم شده. درست؟ نگاه میکنم میبینم این بک‌گراند رو از کلاس مور برداشته مثلا. خب رنگشو از A برداشته. درست؟ انگار نصف استایلای اینو گرفته نصف استایلای اینو گرفته. بعد اینو نگاه بکنید از هیچ کدومش تبعیت نکرده. درست؟ من میام میگم که همه A ها رو میخوام رنگش سفید باشه بعد بک‌گراندش هم مثلا آبی باشه. میام میگم که حتما بلوش ایمپورتنت باشه. ایمپورتنت یعنی چی ارفان؟ اتعجب کو. ایمپورتنت یعنی اینو هر چی 10 تا استایل خورده اینو ایمپورتنته. این مهمه. اینو بده. حالا بعضیا میان اونقدر از این استایلا میدن یا اون 24 تا ایمپورتنت داره. خب خیلی داغونه اینجور چیز استایل درست کردن. حالا اولویت اول بشه. رفرشش میکنم F5 میزنم. ببینید همشون ایمپورتنت اینه باشه. ولی الان ما یه سری استایل داریم که داره استفاده میشه. درست؟ اون بالا مثلا سابمیت چی باتن بود بعد مور بود. اینا
در واقع بک‌گراند هایی دارن که استفاده نمیشه. اگر اونجا کلیک راست بکنم اینسپکت بزنم، اگر اینجا کلیک راست بکنم اینسپکت بزنم، استایلاشون خواهد دیده شد. ولی چه جوری؟ این شکلی بک‌گراند روش خط کشیده شده. ببینید A رو نگاه بکنید، اینجا من اگر این تیکش رو بردارم چه اتفاقی میفته؟ کو اینا الان میگم اینا رو. ببینید من بک‌گراند کالر رو نگاه بکنید، آبیشو بردارم چه اتفاقی میفته؟ این خط اولویت به این داده میشه. ببینید خب ببینید شما استایل ها این کلاس داره به این یکی کلاس قراره، اون یکی کلاس داره به این یکی قراره. اینه که من خودم نوشتم و اون یکی ها برای اون یکی ها داره غلبه می‌کنه. درسته؟ حالا ببینید سه تا دکمه رو بردم استایل هم خاصی داره. درست؟ این داره مثلا اینجا استایلی داره که رفته رو اون یکی ها، اون یکی ها استایلایی دارن که نصفش استفاده نمیشن. حالا من برمیدارم از سایت رایتر 4-5 تا دکمه برمیدارم میارم اینجا، ممکنه استایل هایی داشته باشه که مثلا منوی من به هم بریزه. اوکی؟ منو هم مثلا ممکنه ای داشته باشه دیگه. الان من یه دونه منو بیارم اینجا بذارم بک‌گراندش چی میشه؟ آبی میشن دیگه. درسته؟ و چیز جالبی نیست این کار. تا حالا الان HTML CSS که یاد گرفتید اینجوری برید سایت تولید بکنید ممکنه همه چی رو قاطی بکنید. درست؟ ما میگیم از چی استفاده میکنیم؟ همونطور که خودتون پیشنهاد میدادید اول کلاس و هر این زدید همون کار میگیم که برای اینها برای دکمه ها یک اوکی؟ مثلا این کاری کنیم، مثلا می‌دونیم از چه این دکمه خوشم میاد، مثلا این دکمه ریزی خودم میده، مثلا میشم جالبه، مثلا میگه اون هست. آره اصلا برای دکمه ها مثلا ممکنه 3-4 تا یعنی کلاس داشته باشی همون رو برای اینکه یک دست اوکی؟ بعد مثلا یه دونه کلاس درست میکنید باتن مثلا آبی، باتن قرمز، باتن مثلا صورتی، عکس. خب همه اونا رو استفاده میکنید، اونا رو استفاده میکنید برای باتن ها. خب دیگه حد ندارید برید که مثلا دکمه های بخشتون زیاد دیگه استفاده بیارید از سایت های مختلف بیارید استفاده بکنید. چی میشه؟ قاطی میشه. الان من اینجا 3 تا تگ ای دارم، بک‌گراند آبی دادم بهش. درسته؟ توی این صفحه هر چی تگ ای داشته باشه آقا یه تگ ای باز میکنم یه پاراگراف. درست؟ یه اتفاق اون آبی میشه. درست؟ من الان برم از تگ ای بیارم از اینترنت، بیایم یه دونه تگ ای برداریم ویدیو بکنیم بیاریم از اینترنت. بیا بریم google.com. نمیدونم چرا اینجوری میشه. HTML A tag نمم example. بیا VSS من این تگ A رو برمیدارم. این تگ A رو نگاه بکنید، اینا میزنم بازش میکنم. این جالب است. میام اینجا قشنگ نیست. بیز اسکول داره. اینا ضبط داره میدونم. خب آقا اصلا اینو برمیدارم. درست؟ اینو برمیدارم. میگه شما باید یه همچین قیافه ای رو احتمالاً باید ببینیم. میخوام یه چند تا HTML A تگ A بیارم. این هم اومدیم. حالا مثلا اینو برمیدارم. خب کپی میکنم. این تگی که وجود داره اینجا مای وبسایت قراره بنویسه و مثلا همین کپی میکنم میارم اینجا پیستش میکنم یا عوض میکنم ایش.
پیستش میکنم، پی ها رو ای میکنم، سیوش میکنم، بعد این بر رفرش میکنم صفحم رو. آقا جان من این پاراگرافی که آوردم از اینترنت، این ای که از اینترنت آوردم، این که بک‌گراند آبی نداشت، درست؟ این یه چیز مثلا قشنگ و باحال دیگه بود که از اونجا برداشتم، بک‌گراند هم نداشت از این سایت رو برداشتم آوردم اینجا. چی شد؟ اون یکی هایی که بهشون اسپایت دادم خراب کردم، درست؟ پس توی سایتمون اگر المنت های مختلف از سایت ها به سایت های مختلف بیاریم چی میشه؟ سایتمون خراب میشه. گفتم بهتون یه منو بیار اینجا بذار اینجا توی منو هم تگ ایه چه اتفاقی میفته؟ منو آبی میشه، درست؟ سایتمون داره به هم میره. خب ما اینو چیکار میکنیم؟ از یه چیز واحد استفاده میکنیم که سایتمون مرتب میشه. اوکی؟ حالا یه نکته بگم بهتون الان. فرض بگید که اصلا این سایتمون مرتبه. این سایتمون اوکیه. درسته؟ غلامی؟ میام اینجا الان این سایتی که در واقع این کدایی که من نوشتم استایلاش اینجا، درسته؟ خب اگر من 1000 تا استایل داشته باشم، اگر من 1000 یا مثلا یه صفحه‌ای نوشتم که 200 تا چی داره؟ استایل داره. اومدم صفحه ها نگاه کردم دیدم که تعداد خطایی که من اینجا دارم یهو زده از 780 خط هم بیشتر شده. بعد میام چیکار میکنم؟ استایلا رو میام چیکار میکنم؟ استایلایی که توی اینجا داریم رو بعد داریم میندازیم توی یه فایل دیگه بعد اونو چیکار میکنیم؟ ایمپورتش میکنیم مثل پایتون فانکشن مینوشتیم مینداختیم توی فایل دیگه میگفتیم ایمپورت کن فایل رو، درسته؟ الان همین کار میتونیم اینجا انجام توی همین زبانهای برنامه انسانی هست میتونید کداتون رو بردارید بندازید توی یه فایل دیگه اینجا فقط ایمپورت میشه، درست؟ خیلی ساده است این کار. ببینید فایل CSS اگر بخواید درست کنید CSS شد استایلای ما دیگه، درست؟ CSS الان اینا CSS استایل داخلش از چی نوشتیم CSS. اوکی؟ بعد فایل در واقع استایل اگر بخواید درست کنید فایلای اینترنت HTML فایلای CSS چی هست؟ .css. اوکی؟ پس فایلشون CSS فایلای متنی وسطشون چیه؟ txt. درسته؟ فایلای CSS بستنشون چیه؟ من به علی افتخار چیه؟ HTML. فایلای اینترنت چیه؟ HTML. فایلای CSS چیه؟ CSS. درسته؟ فایلای جاوا اسکریپت بستنش چیه؟ JS دیگه JSX هم داریم برای مثلا ریاکت و این چیزا استفاده میشه برای فریم ورک‌های جاوا. خب JS فایلای جاوا اسکریپت JS فایلای استایلمون هم چیه؟ خب من این استایلا رو برمی‌دارم میندازم توی یه فایل CSS. این فایلم کجاست؟ اینو کلیک راست میکنم اوپن این اکسپلور میرم کنار این فایل باز میشه میرم اینجا یه دونه فایل CSS درست میکنم. این تکست فایل مثلا درست میکنم اسمشو میذارم اینجا میذارم sample.css. yes. و الان من این فایل رو با استفاده از نوتپدم میتونم باز کنم، پایچارت میتونم باز کنم، استایلامو میام از اینجا و تگ استایل خودشو نمیخواد بردارید، میام از اینجا هر چی هستش رو برمیدارم میندازم توی اون فایله. ببینید استایلام موندن، درست؟ اینو پاک میکنم، خب سیوش میکنم، بعد میام اینجا توی سمپل CSS پیستش میکنم، سیوش میکنم، میبندم،
سوالی داریم تا اینجا؟ خب من حالا باید چیکار بکنم؟ میام توی تگ هد اون فایل CSS رو اینجا ایمپورتش میکنم. چه شکلی ایمپورتش میکنم؟ اینو بکشم میچسبونم اینور، اینم که اینور. اینو برمیدارم میکشم میندازم اینجا. شد؟ ببینید چی شد؟ میگه لینک، خودش یه تگ درست کرد. لینک رل زد با اون یکی فایل. درسته؟ اینو میگه همتون میدونید. خب بعد یه ریلیشن اتفاق افتاده بین این فایلی که هست و استایل شیت. ریلیشنش از نوع استایل شیته، CSS دیگه. درست؟ بعد href رفرنس داده به اون فایلی که ما درست کردیم. درست؟ این اصلا در نظر نگیرید. لینک یه دونه سمپل CSS داره. اگر جای دیگه ای هم هست باید آدرسش رو اینجا درست بذارید. چرا فقط اسم فایل رو برده اینجا؟ به خاطر اینکه کنار اون فایل HTML دیگه شما کنار اون فایل HTML تونید رو درست بکنید. بعد اینجا اسم فایلتون رو وارد بکنید. اگر این فایل اینجا وجود نداشت این چی میشه؟ رنگی میشه، روش هایلایت میشه اینجوری. درست؟ ببینید من میام اینجا اینو عوض میکنم F2 اسمشو عوض میکنم بابا F2 اسمشو سمپل 1 اینتر رو میزنم میام اینجا چی شد؟ سمپل 1ش میکنم. درست؟ الان درست شد. خب پس استایلا رو الان من سیوش میکنم. همون سایت قبلیم باید بیاد دیگه. سیوش میکنم میرم اونجا هردا اینجا. خب رفرشش میکنم همون اومد. اگر اسم فایل رو عوض بکنم CSS اشتباه اینجا بدم چه اتفاق میفته؟ اینا همشون خراب شدن. درسته؟ پس من میام CSS سمپل CSS 1 رو میزنم رفرش میکنم استایلامو رو از یه فایل دیگه بکنم. اوکی؟ اینجوری باید کار بکنم. استایلام اینجوری بکنم. الان ما ولی میخوایم این که انکاربیگه رنگ فایلتون رو بکنم. اون حالت باید از استایل استفاده کنم توی همون خط A از استایل استفاده کنم. یا ببینید این فایل CSS که ما داریم خیلی داغونه. این داره به اون یکی غلبه میکنه. اینو الان بک‌گراندش خراب کرد. استایلایی که ما اونجا داریم اصلا جالب نیست. حالا یه سوال هست. میتونیم بریم یه فایل این فایل سمپل CSS ما هست اوکی درسته؟ شما اینو توش 100 تا استایل درست میکنید داخلش. بعد سایتت خیلی خوشگل میشه. میفرستی توی گروه. بعد همه بچه‌ها کف میکنن. بعد برمیگردن میگن که مثلا $500 این فایل CSS رو به ما میگه که ما کلاسش رو توی چیز استفاده بکنیم توی سایتمون استفاده کنیم. بعد اونم میگه آره این ویزا کارت من $500 رو بریزید توی این. بعد واریز کنید اینجا. بعد من براتون این CSS ها رو ایمیل خب عکس فرستاده دیگه تو گروه. الان تو تمرین فرستاده خدا تو میدن نمیدیدن که. خب بعد حالا شما پول رو بیریدید توی حساب ایشون هم پولا رو برمیداره برای چون تمرینش رو چکار کرده بود خودش هم کلاس مناسینا ننوشته بود که من گرفتم به اسکرینشات فرستاده بود. خب حالا بگذاریم بچه‌ها من یه سوال دارم. آیا الان اینو در نظر بگیرید یه نفر یه CSS درست کرده فایل CSS درست کرده توش 500 تا استایل خیلی خوشگل اوکی؟ آیا میتونه اینو تجاربش بکنید که درسته؟ میشه جوری پرسیدم نمیشه. خب آیا کسای دیگه ای هستن که از اینم بنکتر باشن درسته؟ میشه. بعد تو اینترنت فایل‌های قشنگ درست حسابی هست کنار هم بریم درست میشه.
من که خوشم میاد. آره. آره ببینید پس تو اینترنت CSS-های فایل‌های CSS-های خیلی مثلا یک دست هست شما می‌ریم اونها رو برمی‌داریم میاریم توی سایتمون استفاده می‌کنیم درسته؟ یه سری فایل‌های CSS هست که داخلش ممکنه مثلا چند صد هزار تا اسکای داشته باشه همه یک دست خب میتونیم برداریم بیاریم چیکار کنیم استفاده کنیم من یکی از اون فایل‌ها رو الان دانلود می‌کنم اصلا جوری زیاده استایلاش بعضی وقتا آخر عمرتون نمی‌فهمید چیه ولی خب امکانه دیگه از اینترنت برمی‌داری مثل دریا استایل داره ازش استفاده می‌کنی درست؟ باید با مایو استفاده کنی دریا استایل خب ما میایم موقعی که وب می‌نویسید مایو بپوشید ها میایم جستجو میزنیم بنویسید گوگل بنویسید این اشتباه بنویسید bootstrap .css bootstrap.css خب میام توی این سایتش حله میام توی سایتش بعد bootstrap رو فایلش رو دانلود میکنیم ببینیم هست یا نیست ببینیم هست یا نیست اینجا بالا توی بچه ها ببینید اصلا bootstrap CSS دانلود bootstrap میگه compiled CSS and JS بعد bootstrap CDN بچه ها از اینجا میتونید bootstrap رو اصلا نیاز نیستش که دانلود بکنید کپی میکنید از اینجا لینکش تگش رو خب به جای این تگ خوشگلی که ما درست کرده بودیم اینو پیستش خب بعد سیوش میزنید خب HTTPS من HTTPS کنم ببینم چه میشه یا نه فعلا که تا اینجای کار چیز آورده میتونید برید حتی CSSش رو هم از اینترنت دانلود کنید ببینید این آدرس رو برمیداریم کپی میکنیم میندازیم توی یه تب جدید پیستش میکنیم خب ببینید این شد bootstrap خب ببینید این همه استایل وجود داره یه دونه از چیزاشو پیدا میکنم براتون یک دونه از مثلا کلاساش اینا همه رو برداریم کنترل آ کپی میکنم میتونیم ببینید تکست انتر میزنم تکست انتر به نظرتون چیکار میکنه تکست سنتر رو نگاه بکنید گفته تکست الاین سنتر ایمپورتنت شما از کلاس تکست سنتر این استفاده بکنید چیدمانتون رو وسط چی میکنه اوکی بعد یه دونه چیز هست مثلا کال امدی 6 خب چی؟ من اینا رو همیشه استفاده میکنم خب بعد میگه مثلا کالمدی 6 مثلا 50% صفحه رو اگه اینو ست بکنی رو هرچی 50% صفحه رو میگیره خب بعد خیلی چیزا هست مثلا M بعد تیره 2 خب میگه M2 مارجین رو اندازه نصف اون فونته در نظر خب یه مارجین میده M2 این همه مارجین میده M مثلا 3 شاید باشه این همه مارجین میده اوکی خیلی چیزا هست مثلا پدینگ رو نگاه بکنید PD فکر کنم PD ده PD خط تیره پدینگ باتم فلان بعد هر خیلی چیزا وجود داره خب آقا ما از این بوتسترپ نیم CSS چجوری استفاده بکنیم اینو میاریم توی صفحه‌مون ردش میکنیم اینو من آقا اینو باز کردم دیگه درسته اینو کنترل اس میزنم سیوش میکنم کجا اونجایی که دوست دارم دسکتاپ
سیوش خب آقا این سیو شد توی دستان رکورد. خب من میام این فایل CSS هم کجاست؟ کلیک راست میکنم اینا بوت استرپ این CSS. خب ببینید حجمش چقدره؟ 152 کیلوبایت. اوکی 152 کیلوبایت. اینو برمیدارم کپی میکنم میارم تو اون پوشه ای که کنار فایل هم میذارم. اوکی حالا این فایل رو ایمپورتش میکنم کنترل C میام اینجا اینو برمیگردونم به جای سمپل CSS اینو برمیدارم. اوکی استفاده میکنم بوت استرپ مین CSS شناختش دیگه درسته. حالا میایم داخل اینجا ازش استفاده میکنم. میام میگم یه تگ درست میکنم باتن. اوکی کلاس بهش میدم کلاس مساویه btn danger. خب سیوش میکنم اینو میبندم اسمشم میزنم مثلا danger error یا هرچی مثلا اوکی یا هرچی اوکی. خب سیوش میکنم میام اینجا ببینم چه خبره چی شد. اینجا رفرشش میکنم دکمه رو ببین میام یه دکمه دیگه درست میکنم success btn success بعد m2 رو هم میدم بهش m خط تیره ببین m1 m2 m3 و مارجین های مختلف اینجا داره m3 میدم بهش. خب بعد اینجا m3 میدم باز بهش اینو ساکسسش کردم اینو هم پرایمری. بله این چرت و پرتای قبلی رو دیگه پاکش میکنم. ببینید 3 تا دکمه درست کردیم که کلاسش تعریف شدن توی اون بوت استرپه. خب کلاسش توی اون بوت استرپه تعریف شدن. جایی من اصلا سبز دادم جایی قرمز دادم استایل استفاده کردم نه کلیک راست میکنم اینسپکت میزنم. ببینید کلیک راست میکنم اینسپکت میزنم. خب میام اینجا نگاه میکنم میبینم که آره این قرمزیشو از این فایل استفاده کرده گفته کلاسش btn danger کالرش سفیده. ببین نوشتهشو سفید کرده کالرش سفیده بک‌گراند کالرش قرمزه بعد بوردر کالرش این رنگیه. درسته خیلی ساده با یه دونه کلاس دادن اینو قرمزش کرد. اینو اینسپکت میزنم نگاه بکنید کلاسش نگاه کنین اینها بله از بوت استرپ خودتون بنویسید قاطی. بابا آخه ما الان نمیدونیم مثلا برای مشکل یا مثلا برای توضیح ما رنگش ما از کجا بده مثلا شما دادید امسه میخوای بگی که من الان مثلا یه دکمه مثلا میگم زرد میخوام گاهی خب نمیدونم کلاسش چیه توی بوت استرپ اون همه رو من نمیتونم حفظ کنم. درسته خب میایم من خودم هنوز این کار رو انجام میدم علامه که نیستم همه اون رو حفظ کنم. خب میام میگم باتن وارنینگ یا اصلا خیلی کتی سرچ میکنم. خب میام یلو هم بلد نیستیم میگم یلو چیز گوش میکنی باتن یلو بوت استرپ بیا سرچش میکنم نه کامپیوتر من یه خود اولش اونجوری میاره میگه باتنز بوت استرپ اینو باز میکنم. اولین گزینه بوت استرپ خیلی کامیونیتی خیلی در واقع مشارکت خیلی زیادی داره بوت استرپ. خب میام اینجا میگه اگزمپل. خب
بیا چی میخوای؟ این دکمه ها رو نگاه کن. بعد میگه اینجا وارنینگ رو از اینجا بردار، کپی کن، بیا توی سایتت پیستش کن، سیوش کن، بیا اینجا رفرش کن. این وارنینگ درسته؟ این استاندارد شما میشه. مثلا ما یه رنگ خیلی خاص مد نظر مثلا بیج استایل بند استایل بنویس توی صفحه خودت استایل. اسم کلاست هم نمیتونی اینجوری تعریف کنی یا وارنینگ غلبه میکنه به تسترات. همون بهتره بنویسی مثلا داد خب بعد بهتره داره میتونی استفاده کنی. الان یه دکمه میخوایم اونجا بذاریم عین وارنینگ میخواد باشه. خب نه من تیبل هم درست میکنم الان درست میکنم. خب تیبل میخوام الان از اینترنت بدوزم. اوکیه؟ از اینترنت بردار. خب آقا کپی میکنم. بعد اینجا به جای VTN وارد این VTN رو ببینم چیکار میکنه. اینو پاک کنم. ببینید رفرش میکنم. اون کر بودن و خوشگلش کردن با اون در واقع استایل VTN. اوکیه؟ پس من اینو VTN رو برمیگردونم. اون قیافش رو درست میکنه. وارنینگ رو بردارم ببینم چی میشه. سیوش میکنم، رفرش میزنم. وارنینگ اگه بیام روی این وایسم ببینید ابعادش درسته. حله؟ ولی رنگش خوب نیست. میام توی وارنینگ ببینم چی کار میکنه. میگه این کلاس وارنینگ اینجاست. خوب گوش کنین ها. VTN وارنینگ. خب اینو من کپی میکنم. درست؟ میام یه دونه استایل درست میکنم اینجا. یه دونه بسم الله الان خراب میشه. استایل. خب اینجا میام چیکار میکنم؟ اون استایلم رو پیست. خب بعد خب پیستش میکنم. میاد میگه کالرش این باشه. کالرش رو عوض میکنم. زرد دیگه نباشه. چی میخواد؟ علی چی میخواد؟ بژ میخواد. بژ نجورده اینه. ایوه. آقا بژ اصلا زیاد معلوم نمیشه. بیا بوردر کالرش هم بشه همون بینفش. بیا اینو من سیوش میکنم. VTN وارنینگ دیگه اسمشو نمیذارم. اسمشو میذارم VTN خودم درستش کنم. سیوش میکنم. save the changes. میام رفرش میکنم. کالرش هم عوض میکنم آقا. کالر وایت سیو رفرش. باید ست بکنی بهش دیگه. بوردرش رو باید زیادتر چیز کنی، کر بشکنی. ببین آقا میام میگم بوت استرپ سعی بکنید که اصلا خودتون استایل ننویسید. خب میام مینویسیم بوت استرپ گوش میکنین؟ بوت استرپ بوردر باتن. بوردر نبود چیز بود رادیوس. اشتباه نوشتم. خب میام همین بوردرز رو بیا کپی بیام اینجا ببینم چیه هست. ببین تو داری عقب‌گرد می‌کنی ما میشه. بیا عرفان منظورت این بود دیگه.
میگه اگه میخوای اینو استفاده بکنی وایسا ببینیم این خودش کلاس سری کرده بی خود ما اینا نباید خودمون بنویسیم ما حتما از بوت استرپ استفاده بکنید سعی بکنید خودتون کلاس ننویسید ولی خب بهتون یاد دادیم که چجوری کلاس تعریف بکنید درست بکنید خب بذار یه فیلتر شکن اینجا قربتون بذارم بله اکستنشن اسمش نکست وی پی انه بیا ببین آقا میگه اگه میخوای اینو درست بکنی اینو میخوای درست کنی بیا اینو بنویس راوندد پیل آقای مغربی این مردم توضیح ببین میگه بیا اینو استفاده کن من اینو پیست میکنم سیو میکنم برم ببینم درست شد F5 رو میزنم اینو میخواستی بیا توی چیز بوت استرپ یه دونه کلاس هست به اسم راوندد پیل آقا راوندد اینجا سیرکل هم میتونی بنویسی سیوش میکنی چی میشه؟ قبلیه بهتر بود این خیلی قشنگ الان اون دکمه اجتماع درستی هم از میگه خب کسی سوالی داره تو اینجا؟ بوت استرپ میسی یه سوز دانم کردن گذاشتیم کنارش دید درست؟ توی بوت استرپ میلیون داشت اوکی؟ ما بوت استرپ میزنیم برای ما خلاص ما میلیون نه با سرعت میتونی این کار بکنی 152 کیلوبایت یه چیزی بگم بهتون توی بوت استرپ با 2 تا فایل ممکنه مواجه بشید اکثرا اینجوریه خیلی چیزا هستش این شکلیه بوت استرپ اگه خواستید دانلود بکنید یه دونه بوت استرپ.css هست یه دونه بوت استرپ.min.css چه فرقی میکنه با هم دیگه؟ اون یکی آها چیزه کمتره ببینید مینه کم حجمه به خاطر چی؟ میگه بوت استرپ.css مثلا css یکی نوشته اینجا یکی رو نوشته اینجا خیلی خب بوت استرپ مین css همه رو پشت سر هم نوشته بوت استرپ مین css اینترا رو نداره که بیفته پایین درست؟ فکر کن مثلا چند صد هزار تا کلاس هست اون اینتر زدن ها رو صرفه جویی کرد خب حجمش به ازای هر اینتر یه شاید دو فوقش میخواد بشه چجی خب این خیلی مهمه که سرعت مثلا میگم سرعت اینترنت ببین اینترنت سرعتش پایینه مثلا از اون کامپیوتر به این کامپیوتر درخواست نمیم مگه؟ یه ها در 52 کیلوبایت خیلی مهمه که 200 کیلوبایت نباشه 200 کیلوبایت درسته چیز خیلی بزرگ نیست ولی فکر کن یه دونه سرور ما این استرپ مین سی اس گذاشته اونجا خب بعد به جایی بود استرپ مین سی اس 1 میلیون تا درخواست بیاد 150 کیلو چی میشه؟ رفتن 1 میلیون تا ترافیک میزنه 200 کیلوبایت چقدر میشه؟ 200 کیلو ضرب در 1 میلیون تا مگه ما از همه ببین باید اون دانلود بشه به کامپیوتر الان ببین من اینو رفرش زدم رفرش زدم میگه این استایل اینجا هست این فایل بوت استرپ اومده اوکی؟ اینجوری نیست فقط کشف کنم ولی ما سایت بازی رو همینجوری دانلود آره الان من اگر این رو عوض بکنم BTM رو BTM واردینگ بزنم و اینجا یک استایل دیگه یه بوت استرپ بزنم کار میکنه الان همه سایت هایی که ما دیدیم با بوت استرپ خیلی از سایت های اینترنتی بوت استرپ مثل ایرانیان خیلی
مثلا دیجیکالا دیجیکالا رو هم میریم نگاه میکنم ببینیم استفاده میکنیم. من الان زدم دوستم دانلود بکنم میدونه کامپیت CSS and JavaScript داره و مثلا یه چیز داره یعنی چی؟ شما فقط بوت استرپ CSS دانلود کنید. ببینید اگه میخواین دانلود کنیم این شکلی بنویسید. ببینید برید توی اینجا خب بنویسید بوت استرپ CDN official CDN of Bootstrap and Font of Some. من اینو میزنم اولی گزینه بوتسترپ. بچه ها محصول شرکت محصول شرکت توییتر. توییتر اینو اومده درست کرده. بوتسترپ ورژن های مختلفی داره. ورژن های مختلفی داره. ورژن مثلا 3 داره، 4 داره و ورژن های مختلفی داره. بعد توی ورژن 4 خب کلاس های خیلی قشنگتری هست نسبت به بوتسترپ 3. اوکی؟ من میام اینجا بیاین یه چیزی هم بزنم اول. بوتسترپ ویکی‌پدیا. ببین چیه گفته هستم. میگه فریه ان اوپن سورس CSS فریم. بعد میگه امکان ریسپانسیو بودن رو بهتون میده. سایتتون رو میتونید با استفاده از بوتسترپ یه کاری بکنید که برای موبایل هم مناسب باشه، برای کامپیوتر هم مناسب باشه. در صورتی که خودتون اگه بخواید بنویسید خیلی سخته این کار رو انجام بدید. میگه بوتسترپ 2 داره، 3 داره، 4 داره، 5 داره. اوکی؟ بعد حالا ببینیم ما چیکار می‌کنیم. اون کدی که از بوتسترپ لازم داریم و میگیم ازش کپی می‌کنیم یا تو فایل CSS می‌ذاریم. چه کاری؟ خب اون استفاده کن دیگه. آخه یه سری کدای دیگه هستن، شاید ما یه سری استایل تعریف کرده باشیم اسمشون با اون چیز باشه. خب شما باید استایلات جوری باشه که از اون کپی چیز غلبه نکنه. خب من میام ببینید این آدرسه. ببینید سایتش هم اسمش چیه؟ bootstrapcdn.com. اینو بزنید میتونید اینو دانلود بکنید. ببین ورژن 5 هم گذاشته اینجا. من تو شرکت یکی از پروژه‌ها ورژن 3 شد. خب اگه امپورت کنیم برنامه از اینجا دانلود کنید. bootstrapcdn.com این آدرس رو دانلود بکنید. جاوا اسکریپتش هم رسیدیم به جاوا اسکریپت می‌کنید. الان یه من هر دو تا اندامون یعنی چی؟ نه یا اسپیرال اسم کلاسه؟ نه چیزه خواستم اینو دانلود کنم اینم که نمیشیم نمیدونم داریم چیزی برم از دیتا و از دیتا استفاده کنم ساین آف کنم یه چاره نه اسپیرال نشد. بوتسترپ CDN بزنید. بعد آقا فایلش رو سریع دانلود بکنید بندازید کنار فایلتون. یه چند تا دکمه‌ای که من درست کردم رو درست کنید. سریع درست بکنید ببین زینا bootstrapcdn.com این آدرس رو داده درسته؟ اینو کپی کن بنداز توی آدرس بارت پیستش کن دانلود میشه دیگه. ببین الان من کپی میکنم اینجا پیستش میکنم اینتر رو میزنم این آورد درست؟ اینو سیوش کنید. اینترنت مغربی داشت یه پرده کیلوبایت چیزی نمیشه.
اینو ببین که باز می‌کنی آره اولی CSS این لینکشو برداریم کجا بذاریم؟ لینکشو بردار بذار توی آدرس بار لینکشو بردار بذار توی آدرس بار بازش کن بعد سیوش می‌کنی کجا سیوش می‌کنی کنار اون فایل آقا یه چیز رو یاد بدید چیزی سایت عمل اینجا عمل نه کنترل اس رو که زدی همونجوری که این فرمان پاسپورت نمیشه دیگه. خب اونجا اون اسکرپ رو باز کردی چک درسته؟ الان اون رستوران این کنار اون فایلی که فایل HTML داری کنار اون فایل نه اینجوری انتخابش نکن کنترل اس رو بزن کجا؟ کنار فایل HTML نگاه کن الان بزید نده آقای بزامین چی؟ رنگ ببین کلاس بهشتری و BTN این علی رو میخوای چی کنی؟ برو جا این حالا چیز این نه الان همین که دانلود کنیم بندازیم کنار فایلمون کافیه دیگه. آره سن تگش هم بذار دیگه اینجا می‌نویسم لینک خب بعد اینجا اسکایچی یه دونه هم نوشته بودم چی بود؟ استر چی؟ کنار چیز نزد رنجر کلاسش عوض بکن ساکسسش بکن کلی توی سایت متسلم کلی میتونی کلاس رو ببینم دارم اتفاقی سیزی حالا میتونید پایی هم کلاس نه باش اگه ببینید فایل کجاست
شماره سایت اندازم بهتون جدا مثلا ببینید دکمه که من درست کردم نگاه کنید. بیا خودش اینه دیگه. دکمه هایی که من درست کردم ایناست. عرفان تو میتونی اینو بنویسی الان. من دیگه فیلم رو قطع بکنم که